سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم یادگیری زبان برنامه‌نویسی پایتون رو از صفر شروع کنیم. اول اینکه چرا میخوایم پایتون یاد بگیریم؟ برای اینکه پایتون یک زبان برنامه‌نویسی محبوبه و فراگیر و بروزه. یعنی اینکه شما اگه بخوای یه مطلبی پیدا کنی، به یه مشکلی برخوردی، بسیاری سایت ها، کتاب ها هست که میتونی ازشون بهره ببری. بسیار آسانتر از بقیه زبان های برنامه نویسیه، به اصطلاح های لول هستش و زمینه های بیشتری داره. زمینه هایی که با پایتون میشه کار کرد شامل وب دیولپینگ، اپس اند بایوز، گیم، سکیوریتی اند هک، AI، دیتا ساینس و موشین لرنینگ و بقیه میشه. و اینکه AI و دیتا ساینس فقط با پایتون برنامه نویسیش ممکنه و ما میخوایم از صفر پایتون رو یاد بگیریم و یاد بگیریم که چطور در پروژه های واقعی از این زبان برنامه نویسی استفاده کنیم و به اصطلاح چالش های برنامه‌نویسی رو چطور با این زبان حل کنیم. خب اول میخوایم از یک تابع به اسم پرینت شروع کنیم. این پرینت که قراره امروز یاد بگیریم قراره بهمون کمک کنه که یک دستور رو در خروجی چاپ کنیم. اول اینکه گفته پایتون یک زبان برنامه نویسی محبوبه که میتونیم ازش استفاده کنیم که دستورالعمل هامون رو به کامپیوترمون بدیم و یه خروجی رو تحویل بگیریم. خب خب وقتی شما یه دونه پرینت میذاری، دوتا پرانتز باز و بسته مینویسی و داخلش یه جمله‌ای، حالا یه چیزی مینویسی، این مقداری که داخل این تابع پرینت نوشتی چاپ میشه به اصطلاح در خروجی. یعنی الان مثلا اینجا گفته که یه کاری کن که اینو یه جوری کامل کن که در خروجی چاپ بشه، به اصطلاح در اسکرین نشون داده بشه. گفتیم از دستور پرینت استفاده میکنیم. از دستور پرینت استفاده میکنیم. خب بعد میگیم که بعد دستور پرینت باید پرانتز باز و بسته بذاریم. اگه علائم دیگه‌ای بذاریم کار نمیکنه. پرانتز باز و بسته. بعدش میگیم که خب گفتیم یاد پرینت مینویسیم، پرانتز باز، دستورمون جمله‌مون رو یا چیزی که میخوایم چاپ بشه در خروجی مینویسیم، پرانتزمون رو میبندیم. خب بعد اینجا گفته کامل کن این قسمت رو. گفتیم که برای اینکه یک مسیجی در اسکرین نمایش داده بشه باید از دستور پرینت استفاده کنیم و جمله‌ای که میخوایم، مسیجی که میخوایم تو اسکرین نشون داده بشه اینه. پرینت میکنیم اینو. درسته؟ بعدش میگیم که اگه تو بخوای یک استرینگ رو در خروجی تحویل بگیری، استرینگ یعنی حرف رو در خروجی تحویل بگیری، باید اول و آخر اون جمله‌ای، اون حرف که مینویسی، از این کوتیشن ها بذاری، یا دابل کوتیشن باید بذاری یا هم که سینگل کوتیشن. اینطور. الان این قراره در خروجی now playing رو نشون بده.
بمون. بعدش اینجا هم خب گفته کامل کن، میگم که قراره یه دونه پرانتز باز و بسته داشته باشیم، جمله‌مون رو داخل کوتیشن بنویسیم. print wake up. گفته یه دونه دستورالعملی بنویس که به کامپیوتر بفهمونی که میخوام برام پرینت کنی در خروجی wake up رو نوشتیم. Complete that code for a food library app. print order ready. داخل کوتیشن میذاریم، دابل کوتیشن. بعد میگه که اعداد کوتیشن نمیگیرن. من گفتم برای استرینگ ها، برای حروف کوتیشن میذاریم، اینتیجر ها اعداد کوتیشن نمیگیرن. الان اینجا برای 360 کوتیشن نمیذاریم، مینویسیم پرینت 360. خب بعد میگه که پرینت دستورالعملیه که استفاده میشه یک پیامی رو در اسکرین نمایش بده. به همین سادگی تموم شد.